تو کیستی؟ مسلمان. دینت چیست؟ اسلام. پیامبرت کیست؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. مسلمان چی میگه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. پیامبر در کجا به دنیا آمد؟ مکه. چه روزی؟ دوشنبه. چه ماهی؟ ماه ربیع الاول. چه سالی؟ آموزی. نام پدرش؟ عبدالله. نام مادرش؟ آمنه. نام همسرانش؟ خدیجه و عایشه. نام دایه‌اش؟ حلیمه. در چه سالی وفات کرد؟ در 3 سالگی. در چه ماهی؟ ماه ربیع الاول. کتاب‌ها آسمانی چند تا هستند؟ 4 تا. نام ببر. تورات، انجیل، زبور، قرآن. خلفاء راشدین چند تا هستند؟ 4 تا. نام ببر. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذنوری، حضرت علی مرتضی. تورات از کیست؟ حضرت موسی. انجیل؟ حضرت عیسی. زبور؟ حضرت داوود. قرآن؟ حضرت محمد. پیامبر درباره پدر و مادر چی می‌فرماید؟ و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید.